30 سپتامبر در شهر خوروغ در ادامه سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان در حضور او پرد حربی افسران و عسکران و قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق دایر شد. امامعلی رحمان را هنگام قبول پرد در منبر همه وزیران قدرتی و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف امروی میکردند. امامعلی رحمان به حال گذشت حربی گفت در شرایط اوج گرفتن تهدید و خطرهای گوناگون در نزدیکی سرحدهای ما، فعال گردیدن حرکت‌های گوناگون اکستریمیستی و تروریستی و در مجموع ناآرام بودن وضعیت در کشور با ما همسایه، مسئولیت نیروهای مسلح برای حمایت استقلال دولتی و دستاورد مهمترین آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، اینچنین حفظ منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان دوچند می‌گردد. او از نیروهای مسلح دعوت کرد که برای حمایت مرز و بوم، امنیت دولت و جامعه، ثبات و آرامی و وحدت ملی همیشه آماده باشند. پرد حربی در خوروغ علاقه دومین پرد قوه‌های مسلح تاجیکستان در 4 روز آخر و پنجمین پرد در 2 ماه آخر بوده. در پس منظر تغییر کلی وضع حربی و سیاسی در افغانستان و تنش جدی بین حکومت امامعلی رحمان و حرکت تندرو طالبان که قدرت را در افغانستان غصب کرده است صورت میگیرد. یادآور میشویم روز 16 ایول ضمن بازدید امامعلی رحمان از وادی‌های سرحدی پنج و همدانی پرد اول دایر گردید. ساعت 4 صبح 22 ایول بار اول در 30 سال استقلال تاجیکستان در سراسر جمهوری 100,000 نفر افسران و سربازان قوه‌های مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در تمام قلمرو مملکت با بانگ خطر جمع آورده شده سطح آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد. این پرادهای حربی در تاجیکستان در حالی است که بین تاجیکستان و حرکت تندرو طالبان یک جنگ سرد در شکل رد و بدل تهدیدات در حال اوج گرفتن است. جانب تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت. تاجیکستان همین طور به صورت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت رهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگد طرفداری می‌کند و به شماری از رهبران آن پناه داده. اخیراً پاکستان حامی اساسی طالبان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیک‌های افغانستان در شهر دوشنبه متقاعد کرد. رهبران طالبان از جمله هر دو معاون رئیس حکومت تشکیل داده اشان ملا برادر و عبدالسلام حنفی در پاسخ تاجیکستان را به دخالت در امور آنها عیبدار کرده هشدار دادند که هر عمل عکس العملی دارد. هفته گذشته طالبان از استقرار ده‌ها هزار از نیروهای ویژه لشکر منصوری امارات اسلامی در 3 ولایت با تاجیکستان هممرز قندوز، تخار و بدخشان خبر دادند و نقطه اوج این جنگ سرد تهدید روی راست نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شد که اخیراً خطاب به امامعلی رحمان گفت اگر جامعه جهانی مداخله نکند تاجیکستان را در ظرف 24 ساعت تسخیر خواهیم کرد. بسیاری ها این همه موج تهدیدهای طالبان به دوشنبه را پاسخ به موقعگیری شدید مخالف دوشنبه به رژیم نو طالبان در افغانستان می باشد، ولی ناظران امور می گویند این تهدیدها حداقل در مرحله کنونی بیشتر نمایشی به نظر می رسند.